بسیار عالی، خداوند شما را توفیق بده از این قدر زیادترم. اینجا دالیش هست یا انجین پشت سر است؟ پشت سر است. خب انجین از پشت سر و این شکل طراحی شده جلو از فارغ است. مخابره کن داوود. اینجا ما دکاسی مولیس محترم، زیاد وقت میشه در رسانه ها یکی از این موترها دیده می شود که در رسانه ها دیده میشه که موتر اختراع پانتون کابل تیم تکنیکوم ایرا جور کرده و امروز شما در این موسم برفی را آوردین. چقدر مصرف آمده و معلومات کوتاهش برای مردم افغانستان. بسیار خوش هستند، بسیار امید کلان بسته است با آینده افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما و تیم همکار شما. البته یاد تصحیح کنم که موتر مربوط اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی هست. پانتون کابل جدا هست، وزارت تحصیلات عالی جدا هست. چون موتر میبینیم موتر تقریبا حدودا 40,000 دلار تا به حال مصرف داشته و از نظر بیرونی موتر خلاص است. فعلا هیچ نیاز به بیرون نداره، البته خلاص شده. دیگه انجینرایش هم یک انجینری را نه، یک انجینر تقریبا 4 نفر همیشه کار کرده تا 15 نفر 20 نفر هم روی کار شد. یا موتر ما دیدم سرعتش تا چند است؟ این سرعت ماشین قابل تبدیله. فعلا ماشین به شکل امانت است که ان شاء الله در آینده ماشین از این تبدیل میشه. میتونه ماشین چقدر کارش تکمیل شده؟ از بیرون خلاصه، هیچ کار از بیرون پایین نمیشه. فقط دیزاین داخلی مونده که با مربوط یک کمپانی جدایه که بعد ان شاء الله با دیزاین میکنه. ان شاء الله تا قلب در مردم افغانستان چه امیدواری میتونه در آینده کدام چیز دیگر را میتونه پروگرام داریم چیز دیگر جور شود؟ بله الحمدلله اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی به خاطر حمایت از این مبتکرا و مخترین مرکز نوآوری در زیر چتر اداره تعلیمات تکنیکی ایجاد کرده که کسایی که دارای این ایده و فکر باشه ان شاء الله در اونجا جمع میشه و از اونها حمایه میشه. انجینرهای دیگر هم قطع شما برابطه شده؟ زیاد آماده ان شاء الله. زیاد آمده. شما همراهش همکار هستید؟ تا کسایی که انجین ان شاء الله در آینده ما انجین برقی بسازه اونها مزیرات 4 نفر رابطه گرفته و در کسایی هم است که ان شاء الله میایه. پیروزی تان میخوایم، زنده و سلامت باشین. خیر موتر از نزدیک هم کمکی میبینیم. صحیح است؟ بعضی موتر اگر جنرال صاحب فعلا کمپانی جرمنی است که در 127 دولت نمایندگی داره. اونها تقاضا کرده که ما روزی موتر سرمایه گذاری میکنیم. خب ماشاءالله. و دیگه خود کمپانی توتا هم تا پیشنهاد داده و گفتگویی که با مقامات قطری شده ان شاء الله اونها وعده همکاری داده که ما روزی هم سرمایه گذاری میکنیم. همین موتر اگر در جریان باشیم موتر هم مثل کتاب پرینتر داره در خارج. یک کمپانی که این موتر چاپ میزنه هر چی خواسته باشه ان شاء الله از روزی باز. این موتر خب قابل استعمال در افغانستان چون بسیار پخش است.
و این موتر گران قیمته، تقریبا در بازار اروپا موتر 3 لک و 4 لک دلار فروخته میشه. موتر به این شکل و این سیستم بسیار عالی. ساخته شده برای بیرون از افغانستان. بسیار عالی، بسیار عالی. با چی که هر کس پرسان میکنه که موتر بسیار پخش است، یعنی البته موتر بالا هم میشه. جمپینا از این کسا به خلاف دیگه موترها ای از وسط ای به این رقم میاد، جلو نداره. و این موتر میشه بالا. البته دو منظوره، از برای اسپورت و از برای چی هر دو تا اسپورت. از سوارلی 2 نفر. 2 نفر. بسیار عالی. خداوند شما را توفیق بده. از این کده زیادتر هم اینجا دالیش هست یا انجین پشت سر است؟ پشت سر است. خواه انجین از پشت سر و این شکل طراحی شده جلو از فارق است. بسیار عالی، بسیار عالی. افغانای محترم، اینمی موتر است که شما در رسانه ها میدیدین وقت کارش تکمیل نشده بود، حرکت نکرده بود، یا حرکتش کل چیزای شدیدین. دیگه آینده افغانستان انشالله کوشش میکنه مردم افغانستان، نخبگان افغانستان، کسایی که در رابطه با افغانستان دلچسپی داره، اینمی یک ابتکار است برای مردم افغانستان و کوشش کنیم کلگی ما که افغانستان خود ما به پای ایستاده کنیم. هیچ کشور بدون مهنت و بدون کار شاقه پیش نرفته. مشکلاتی که در افغانستان بود، یگانه علتش بود که اینجا ناامنی بود، قیزه حکومت در دست دیگران بود، بیگانگان بود. یا که حکومت در دست ماست، امنیت است، همه مردم افغانستان تشویق میکنیم، بالخصوص سرمایه گذارا را که بیاین در افغانستان سرمایه گذاری کنن و به مردم افغانستان خوشی بتن. بعد از 43 سال جنگ ما میبینیم که انجینرهای افغانستان یک اختراع را کرده که چشمگیر است برای همه جهان، چون رئیس صاحب گفته که شرکت کمپانی جرمنی تقاضا کرده که ما اینجا سرمایه گذاری میکنیم. حکومت افغانستان زمینه را به همه مردم افغانستان مساعد کنه تا مردم اینجا کار کنه. اگر کدام سخنی دارین برای مردم. تشکر. تا تجربه بزرگوار ملی ما و شما گفته که 1 لک دلار مصارف انتقال از به قطر اونا بود. ماشاءالله ماشاءالله. ما فعلا تیم تکنیکی که در بین قطر و اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی هست، ان شاء الله اونم روی کار میشه که باز چیکار بکنه چیکار نکنه. زنده و سلامت باشین، خیر ببینین. خیر ببینین. احمدی صاحب مسئله مصاحبه میکنم میشه. بله. احمدی صادق انجینر داغه. انجینر سمندان باشه. خوب هستین؟ خیلی هستین. چه کار موتر تکمیل شده؟ با مردم افغانستان چه خوش خبری؟ تموم شده دیگه. ما تاریخ زدیم 5 جنوری فکر کنم. اگه اشتباه نکنم هفته دیگه ان شاء الله همه چیز تمومه، ولی امروز اومدیم برای شوتینگش. کار تمومه، علاوه فنی کار تمومه. شما مطمئن هستین موتر حرکت دادن؟ سرعتش هر چی؟ مولوی صاحب گفت که انجینش هم عارضی است، دیگه انجین برش چی میکنیم؟ بله. به خاطر محدودیتی که تو افغانستان بود ما الان همه روی محصولات شرکت تویوتا مستری ما عادت دارن اینه که ما از یه انجینی استفاده کردیم که بتونیم تعمیراتش رو همینجا انجام بدیم اگه نیاز باشه. یعنی ما تواناییش داشتیم که انجین بهتر بسازیم. ماشاءالله. زنده و سلامت باشی، خیر ببینید. مردم افغانستان چون برا بود برای شما موتر دیده بود، سرعت و حرکت و یایش ندیده بود، دوران دیدن. خیر ببینین، زنده و سلامت باشین. مردم افغانستان دعاگویتان است و هر رقم حمایتی که باشه تجاره ملی افغانستان ان شاء الله میکنه. خیر ببینید. ممنون. زنده باشین. خوش اومدید. مخابره کن داوود. برو طرف جانم. برو طرف. شاتانای گیرم. سلام.
خوب هستین؟ خیرت جان جور خوب هستین؟ شکر الحمدلله. بس